میخوای اصولی ترین روش تنظیم رینگا رو یاد بگیری که عمر رینگ پیستونت حداقل چند برابر بشه، پس این ویدیو رو با دقت ببین. تو مرحله اول این جولی رو برمی‌داریم و در پایین ترین شیار رینگ پیستون قرار میدیم، یعنی دقیقاً در این قسمت. برای اینکه بفهمید جهت بچه رینگ ها باید کدوم طرف باشه، اینجور به این شکل فشار میدیم و میبینید که این عدد 7 افتاده و این هم عدد 8 و این که عدد 7 افتاده پایین جولی و این که عدد 8 بالای جولی میفته. برای جا زدنش هم فقط کافیه به این شکل بذاریم و این رو بچرخونیم. میبینید که خیلی راحت میره سر جای خودش. رینگ بعدی هم دقیقاً به همین شکل. اینجا رینگ کمپرس اول و دوم رو داریم که این تیره تره همیشه پایینتر از این سفیدتره میفته، یعنی دقیقاً در این قسمت از پیستون. توجه کنید که این عددها یا شماره هایی که روش نوشته حتما رو به بالا باشه موقع جا دادن و به این شکل میتونیم جا بزنیم خیلی راحت و رینگ کمپرس اولم به همین شکل. حالا میریم برای تنظیم رینگ ها. ساده تر از اون چیزی که فکرش رو میکنید. رینگ کمپرس اول رو در این قسمت قرار میدیم، رینگ کمپرس دوم رو در این قسمت و دو تا بچه رینگ ها رو یکی در این قسمت یکی در این قسمت. نکته ای که اینجا مهمه، هیچ وقت نباید در این گوشه یا این گوشه یا طرف گژن پین باشه.